سلام، روز و شبتون خوش. امیدوارم شاد و سلامت باشید. امروز میخوایم با هم دیگه ملودی بنویسیم. کار بسیار جذابیه و من فکر میکنم شما این ویدیو رو دوست خواهید داشت. برای ملودی نویسی اولین چیزی که باید بدونیم اینه که روش مشخصی وجود نداره. یعنی که بگیم آقا این روشه، هر کی مثلا غیر از این روش عمل کرد و ملودی نوشت خب داره اشتباه میکنه. نه، همچی چیزی نیست اصلا. و اصلا دنبال این نباشید که یک اصول مشخص داشته باشیم برای ملودی نویسی هم از اون تبعیت بکنن. نه، هر کسی به نوعی ملودی مینویسه. یکی میشینه پشت سازش ملودی مینویسه، یکی میشینه پشت سیستمش با نرم افزار این کارو انجام میده، یکی ممکنه دفتر نوت برداره و این کارو انجام بده، یکی ممکنه هارمونی بنویسه، مثلا این سری آکوردا رو انتخاب بکنه بعد از دل اونها ملودی در بیاره، یا بالعکسش ممکنه که ملودی داشته باشه بعداً براش هارمونی بنویسه. یکی ممکنه که ملودی رو بر اساس یک فیگور ریتمیک که حالا در جایی شنیده، مثلا یا همچین چیزی، بر اساس این بیاد بنویسه، یا حالا شیوه های مختلف، یعنی یک دلیل بیرونی داشته باشه منظورم. بنابراین دنبال یک شیوه و اصول متقن و که مثلا دیگه این خالص ترین حالتشه و باید همه همین شکلی عمل کنن. دنبال همچین چیزی نباشید. من امروز میخوام یک روشی رو به کار ببرم، با هم دیگه ملودی بنویسیم و سعی بکنیم ملودی نسبتا خوبی باشه. تلاشمون رو بکنیم. قبل از اینکه وارد کار بشم و بگم که چجوری کار رو شروع بکنیم، 4 تا واژه رو میخوام توضیح بدم. این 4 تا واژه رو با هم دیگه تعریفش بکنیم کوتاه، که تعریف مشترک ازش داشته باشیم، که بعد من موقعی که میخوام راجع به ملودی صحبت بکنم یک ادبیات مشترک بین من و شما باشه. ممکنه شما این واژه ها رو بلد باشید، میتونید قسمت ویدیو رو بزنید جلو. اولین واژه موتیفه. کتابی که توی تصویر دارید میبینید کتاب Music in Theory and Practice اثر بروس پنوارد و مالین سکر که معرف حضورتون هست. قبلا هم راجبش صحبت کردیم و مطالبی رو ازش توضیح دادیم. این کتاب بسیار کتاب خوبیه، پیشنهاد میکنم که حتما داشته باشیدش، حتی اگر زبانتون خوب نیست. متنش کوتاهه، کلا متونی که توش داره پاراگرافا خیلی کوچولوه و بیشتر سعی کرده با شکل این چیزها رو توضیح بده. بنابراین کتاب خوبی میتونه باشه. موتیف چیست؟ ببینیم چه تعریفی کرده آقای بروس پنوارد. با هم دیگه بریم جلو. موتیف که ما همون در زبان فارسی هم باز بهش میگیم موتیف، یعنی با همون نام میشناسیمش. میگه a motif is a short recurring figure that appears throughout the composition or section of music. یک موتیف چیه؟ یک فیگور کوتاه تکرار شونده است. short recurring figure، تکرار شونده است. پس ببینید این مسئله مهمیه. اصل تکرار میشه، تکراری بودنش برای ما مهمه. کوتاهه و چیه اصلا؟ چیه؟ یه فیگوره. حالا این فیگور میتونه ملودیک باشه، میتونه ریتمیک باشه. ما با کلمه فیگور آشنا هستیم توی زبان فارسی. مثلا میگیم آقا فیگور بگیر، اینجوری فیگور بگیر. درسته؟ منظورم اینه که به این شکل در بیا، به این فرماسیون در بیا، به این صورت، به این ریخت، به این انگاره در بیا. خب بعضیان فیگور رو البته بگم بهتون که ترجمه میکنن انگاره. کاری به درست بودن و غلط بودنش نداریم. من ترجمه میدم همون کلمه فیگور رو استفاده بکنم. توی موسیقی که شکل نداریم که صداست دیگه. درسته؟ توی موسیقی ما که شکل نداریم. پس چطور ما فیگور داریم اگه شکل قرار نیست؟ چون من اینجا یک چیزی دارم، یه فرماسیونی دارم. حالا شما میگی فیگورت رو تغییر بده، از این حالتی که دستات هست مثلا ببر بالا. ولی توی موسیقی که فقط صدا داریم، پس چگونه شکل صورت میگیره؟ ما یه شکل داریم توی موسیقی، البته ما نوتاسیون داریم که در واقع شکله، اما چیز اصلی که ما بهش میگیم موسیقی اون نوتا نیست که، اون صداییه که میشنویم. صدام که شکل نداره که. نداره؟ داره. جلوتر بهتون میگم چرا داره. خب یک فیگور تکرار شونده کوتاه که that appears throughout a composition، که در طول یک کمپوزیسیون موسیقی or section of music یا قسمتی از موسیقی به هر حال پدیدار میشه. بعد بدونیم که موتیف سلول اولیه اون چیزیه که ما میخوایم بنویسیم، ملودی که میخوایم بپردازیم بهش، یا حتی یک اثر بلند موسیقی مثلا سمفونی 5 که همین روی میز زدم، دا 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 دا، فیگور اصلی اینه و کل اثرم داره با همین پیش میره. یعنی چیز دیگه غیر از این نداریم جز تم دوم که یه تفاوتایی داره، ولی کل اثر ما داریم این موتیف رو میشنویم. پس یک سمفونی میشه با یک موتیف نوشت. ادعای گنده‌ایه ولی کاملا درسته. موتیف گفتیم که چیه؟ یک فیگور تکرار شونده کوتاه. بذارید من با یه مثال توضیح بدم. فرض بکنید ما اینجا مثلا نوت دو رو داریم، اینجا نوت مثلا می رو داریم، اینجا هم فا رو داریم و اینجا هم برگشتیم روی نوت ر. خب بیایم ببینیم که فواصل ما چگونه حرکت کرده. از دو به می رفتیم، یک فاصله سوم رفتیم بالا،
از می به فا رفتیم، یک فاصله دوم رفتیم بالا و از فا به ر به سمت پایین حرکت کردیم که یک فاصله سوم به سمت پایین حرکت کرده. درسته؟ خب این یه صدا داره دیگه، دو می فا ر، درسته؟ اما یه شکلم داره، نه شکلی که من اینجا کشیدم، یک شکلی که توی ذهن ما انجام میشه، یعنی توی ذهن ما صورت میگیره و اون شکل منطقش همینیه که من اینجا نوشتم، یعنی سوم، دوم و بعد دوباره سوم رو به پایین. این در واقع شکل صدا در ذهن ماست. ما این شکل رو میتونیم انتقال بدیم، یعنی ما میتونیم از این پترن یا الگو استفاده بکنیم و از یه نوت دیگه همین کار رو انجام بدیم. مثلا از ر فاصله سوم برم بالا میشه چی؟ ر می فا. از فا دوم برم بالا میشه سل و از سل سوم بیام پایین میشه چی؟ می. دقیقاً همون الگویی که توی بالایی طی شد اینجا هم داره طی میشه و این توی ذهن ما یک شکل میسازه، یک شکل موسیقایی. موتیف دو تا جنبه داره. یه جنبش اینه، یعنی یه جنبش اینه که این سوم رفته بالا، دوم اومده پایین، این حرکت ها رو انجام داده. اما یه جنبه دیگهش جنبه ریتمیکشه. بیایم یه نمونه ببینیم. مثلا به این نمونه توجه بکنید. من یه دونه سفید دارم، دو تا سیاه. تا 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 تا، این صدایی که من میشنوم به لحاظ ریتمیک. و این میبینیم که این موتیف تکرار شده. اینجا هم دوباره مجددا تکرار شده، اینجا هم مجددا دوباره تکرار شده. یا مثلا این نمونه پایینی رو نگاه بکنید. یه فیگور ریتمیک داریم، دا 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 دا. درسته؟ چیه؟ یک موتیف ریتمیکه که من اجرا کردم براتون که اون دوباره در واقع تکرار شده، حالا با فواصل ملودیک متفاوته. پس وقتی ما راجع به موتیف صحبت میکنیم 3 تا نکته رو باید در نظر داشته باشیم. اولا که فیگوره که خب دیگه فهمیدیم فیگور چیه. دوم این که تکرار شونده است که توی همه نمونه هایی که الان با هم دیگه دیدیم که تکرار میشن. سوم این که کوتاهه، کوچولوه، 4-5 تا دونه نوته، نه 6-7 تا دونه نوته، بیشتر از اون معمولا نمیشه. خیلی خب فهمیدیم موتیف چیه. حالا اگر ما موتیف ها رو کنار هم دیگه قرار بدیم چیزی به وجود میاد به اسم فریز. ببینیم فریز رو چجوری تعریف میکنه آقای بروس بنوارد. میگه a phrase is a substantial musical thought usually ending with a harmonic, melodic and rhythmic cadence. میگه که فریز یک ایده، دقت بکنید، یک ایده مادی یا حقیقی موسیقیه، یک ایده‌ای که وجود داره میشنویمش، یعنی که با یک کادنس ملودیک، هارمونیک یا ریتمیک به پایان میرسه. خب کادنس چیه؟ اول از همه بگم که این 4 تا کلمه که اصلا من گفتم راجع به هر کدومشون یه ویدیو مجزا درست کردم. منتها چون خواستم این ویدیو کامل باشه گفتم کوچولو توضیح بدم راجع به این موضوع. بنابراین میتونید همین الان ویدیو رو متوقف بکنید، اون ویدیو رو برید ببینید، بعد بیاید ادامه‌اش رو تماشا بکنید. اما خیلی کوتاه بگم، کادنس به معنی فروده، متوقف شدن، که 2 تا جنبه داره. یکی جنبه ریتمیکشه، یکی جنبه هارمونیکشه. جنبه ریتمیکش اینه که ما مثلا سکوت بکنیم یا مثلا یک کشش طولانی داشته باشیم. تو این حالت ما احساس توقف میکنیم. مثلا میتونید به ملودی‌های مختلف فکر بکنید که یه بخششون یه دفعه یه سکوت میاد وسطش و انگار حالت توقف رو به ما میده و خب این با یک وضعیت هارمونیکی همراه میشه، یعنی آکوردهای با این همراه هم دیگه طبیعتا. درسته؟ خب من دیگه وارد جزئیات نمیشم که به چه صورت این آکوردها و اینا، که دیگه خب اون ویدیو رو ببینید دیگه. پس فریز چیه؟ من اگه بخوام خیلی سادهش بکنم اینطور میگم که فریز یه سری موتیفن کنار هم دیگه قرار گرفتن و تا لحظه‌ای که به یک کادنس برسن. یعنی مثلا من 10 تا فیگور دارم پشت سر هم دیگه، 10 تا موتیف دارم پشت سر هم دیگه که به یک کادنسی رسیدن. پس از اینجا، از ابتدا تا لحظه‌ای که کادنس اتفاق میفته من یک فریز دارم. اگر مثلا روی 8می یک کادنس اتفاق افتاده بود، یه توقف ریتمیک و هارمونیک اتفاق افتاده بود، من میگفتم سر 8می مثلا کادنس دارم. به همین صورت این نمونه رو نگاه بکنید. هایدن سمفونی شماره 102. یه نگاهی بهش بندازیم. ر می فا ر می همینطور رفته جلو. اینا فیگورهای مختلفن کنار همدیگه قرار گرفتن تا این لحظه که ما به یک کادنس نیمه میرسیم، یعنی روی درجه 5 آکورد درجه 5 گام سی بمول ماژور متوقف میشیم. ببینید توی خود ملودی هم آکورد مشخصه، فا لا دو. حالا اینجا بخش هارمونیش رو نیاورده بروس بنوارد برای اینکه ساده ترش بکنه، اما کاملا مشخصه که ما یک کادنس نیمه اینجا داریم
و متوقف شده موسیقی. منظورم از متوقف شده یعنی که سکوت داره. خب این میشه فریز. تو زبان فارسی بعضیا بهش میگن جمله. من ترجیح میدم که از واژه جمله استفاده نکنم، به خاطر اینکه توی کتاب‌های مختلف هر کی یه جور ترجمه، یکی گفته بهش ذات، یکی گفته عبارت، یکی هر کسی یه جور. من میگم که آقا همون انگلیسیشو میتونیم به کار ببریم و راحت تره، برای اینکه این مفهوما با هم دیگه جابجا نشن. البته مشکلی هم نیست، این پویایی ترجمه رو میرسونه و خودش میتونه نقطه مثبتی حتی تلقی بشه، ولی خب ممکنه برای بحث آموزش یک مقدار سردرگم کننده باشه. بسیار خب، پس ما فریز داریم، حالا شما میتونید بگید جمله، و جمله رو داریم که تهش کادنس داره. خود جمله از چه اجزایی تشکیل میشه؟ گفتم که موتیف. فقط موتیف؟ نه، میشه جزءهای بزرگتری بین موتیف و فریز هم پیدا کرد. مثلا فرض بکنید من یه فریز اینجا دارم، فریزم رو یا جملم رو می نویسم جمله، به رنگ آبی در آوردم. خب و در دل این یک سری موتیف هست. مثلا اینجا فرض بکنید موتیف شماره 1، موتیف شماره 2، موتیف شماره 3، موتیف شماره 4، موتیف شماره 5. خب حالا فرض بکنیم چند تا موتیف دیگه هم هست این وسط و من اینجا این وسط یک توقفم دارم، یعنی یه توقف در پایانش اینجا داشتم که بهش گفتم فریز، یه توقفم این وسط ها دارم، اینجا یک کادنس هم اینجا اتفاق میفته. شد تا اینجا؟ اگر چنین اتفاقی بیفته، من به هر کدوم از این ساختارهایی که نصف نیمه اینجا به وجود اومدن میتونم بگم نیم جمله. در زبان فارسی این مرسومه که در زبان انگلیسی میگن phrase member، اونم باز حالا هرجو خودتون میشه گفت اجزای جمله، ولی خب نیم جمله هم به نظر من درسته. حالا میگم دیگه ترجمه ها متفاوته، هر کسی یه جور ترجمه کرده. خیلی خب، ولی مفهومو میرسونیم که آقا این یک نیم جمله است. حالا اینجا یه سوال پیش میاد، میگه آقا مگه شما نگفتی هر چیزی که، هر ایده‌ای که، ایده موسیقایی که داشته باشیم که تهش پایان داشته باشه، کادنس داشته باشه، فرود داشته باشه، یک جمله است. خب اینم میشه یک جمله دیگه، در واقع این میشه جمله 1، این میشه جمله 2 دیگه، درسته؟ قاعدتاً بر اساس این تعریف باید اینطور باشه. نه اینطور نیست. میگم چرا. مفهوم چهارم. مفهوم چهارم چیه؟ مفهوم چهارم مفهومی به نام پریود. اگر اینو بگم اون سوالم پاسخ دادم. یه لحظه صبر کنید یه دونه فریز ممبر ببینیم. این نمونه خیلی خوبیه. ببینید اینجا دقیقاً با یک سکوت این دوتا تیکه از همدیگه جدا شدن و خب سوال پیش میاد که چرا به فریز ممبرها به هر کدومشون نمیگیم یک دونه جمله؟ سوال واقعا. خیلی خب ادامه بدیم که بعد من اینو پاسخ بدم بهتون. و اما مفهوم چهارم به نام مفهوم پریود. به نظرم بهتره این یه دونه رو حداقل به همون به صورت وامواژه استفادهش بکنیم و همون بهش بگیم پریود، به خاطر اینکه دیدم توی بعضی از کتابا به پریود میگن جمله و خیلی کار سخت میکنه. اینا ترجمه‌های متفاوته دیگه، همون انگلیسیشو بگید پریود. خیلی خب چی هست پریود؟ ببینیم خیلی تعریف قشنگی کرده، واقعا زیباست. میگه two adjacent phrases may combine to form a period if، سه تا شرط میذاره. میگه چی؟ میگه که دو تا فریزی که کنار هم اومدن، adjacent یا مجاور، دو تا فریزی که، دو تا جمله که کنار هم دیگه، دو تا جمله کنار هم دیگه داشته باشیم، میتونن تشکیل یک پریود بدن اگر این سه تا شرطی که استاد میگه رو رعایت کرده باشن. شرط اول، شرط 1، the second phrase ends with a strong cadence. میگه جمله 2 با کادنس قوی تمام شود. خیلی ساده. جمله دوم کادنسش قوی باشه. یعنی چه کادنسش قوی باشه؟ خب من توی بحث کادنس ها اینو کامل توضیح دادم که کادنس قوی منظورمون چیه. منظورمون اینه که ختم قطعی داشته باشه، تموم بشه، احساس پایان یافتن به ما بده، که قوی ترینش 5/1، یعنی آکورد درجه 5 گام بیاد روی آکورد درجه 1 گام. تر و تمیز. نکته 2 یا شرط دوم، the first phrase ends with a weaker cadence. جمله 1 با کادنس ضعیفتر، ببینید ضعیفتر، weaker، ضعیفتر
نکته مهمیه، چون در نسبت با اون باید ضعیف باشه، نه الزاما ضعیف باشه تمام شود. یعنی هر چیزی که اینجا داریم از این ضعیفتر باشه. مثلا شما میگی 5-1 قویه، اوکی باشه. حالا اگر من برم 5-1 در حالت وارونه یکم، یه نمه ضعیفتره. اگر بیام به جای 1 مثلا 5 برم به 6 ضعیفتره. اگر بیام به جای 5-1 بگم 1-5، ببینید جمله اول دارم راجع جمله اول صحبت میکنم، اما جمله اول بشه 1-5 و 5 تموم بشه، خیلی ضعیف محسوب میشه. پس ما میتونیم این کار رو انجام بدیم و جمله ضعیفتر بشه. خیلی خوب، اینم نکته دومش. و نکته سوم، The two phrases bear some musical relationship to each other. میگه که آقا این دوتا فریزی که کنار هم دیگه هستن یه رابطه موسیقایی با هم دیگه ایجاد بکنن. خب که ما بهش چی میگیم؟ بهش میگیم رابطه سوال و جواب. حالت سوال و جواب داشته باشن، یا در اصطلاح میشه گفتش که antecedent consequent، پیشرو و پیرو. این حالت رو با هم دیگه داشته باشم. خیلی خب، بذارید من این مثال بزنم، این قشنگ جا میفته. خب من الان 2 جمله دارم، هر دوتاشونم فعل دارن و تموم شدن دیگه، درسته؟ شما میای از من میپرسی، میگی که آقا علی و وحید کجان؟ من به شما پاسخ میدم، میگم علی و وحید رفتن بازار. شما منتظری. خب بعدش چی شد؟ وحید 2 جفت کفش خرید. دیگه منتظر نیستی. چی میگی؟ میگی مثلا مبارکش باشه. درسته؟ یعنی من با اون لحنی که در پایان ایجاد کردم رفتن بازار، باعث شدم که اون خط قطعی نباشه و شما منتظر جمله بعدی من باشی. علی و وحید رفتن بازار رفتن، وحید 2 جفت کفش خرید. مرسی، همه چی تموم شد. اینجا ختم قطعی روی خرید اتفاق میفته. خب اگه دقت بکنید میبینید که عین همون چیزی که گفتیم، این تبدیل به یه در واقع پریود میشه. اولی یک حالت پرسشی ایجاد میکنه، دومی داره پاسخشو میده. حالا پرسشی در کار نیست ولی میگم اون حالت رو ایجاد میکنه. حالت پیشرو و پیرو صحیح تره اگه بخوایم کلمه دقیقی استفاده بکنیم. و هر دو جمله هستن، هر دو با کادنس به پایان رسیدن، یعنی فعل دارن و هر دو ساختاری عین همون مسائلی که گفتیم دارن، یعنی موتیف دارن. هر کدوم از این کلمه ها رو میتونیم به عنوان یک موتیف در نظر بگیریم، خیلی ترتمیز، و میتونیم به 2 فریز ممبر هم تقسیمش بکنیم یا نیم جمله. یعنی بگیم علی و وحید به بازار رفتند. اگه گفتین تو زبان فارسی به این چی میگفتیم؟ آفرین، نهاد گذاره. میبینید چقدر ارتباط ظریفی بین زبان و موسیقی هست. خیلی خوب، پس ما اینجا فهمیدیم که دقیقاً ساختار به چه صورت شکل میگیره. برگردیم سر اون سوال قبلیه که گفتیم آقا چرا به خود نیم جمله ها نمیگیم یک جمله کامل؟ اونم خب کادنس داره دیگه، به خاطر وجود پریود یک کله که وقتی ما به این کل میرسیم، یعنی این کل منسجم رو داریم، وقتی میایم تقسیمات رو انجام میدیم ساختارها اینطوری تقسیم بندی میشن. دقت بکنید، من پریود دارم مثلا 8 میزان، شما فرض بکنید. خب میام پریودم رو تقسیم بر 2 میکنم، میشه جمله 1 جمله 2، هر کدوم 4 میزان. میام جملات رو تقسیم بر 2 میکنم، میشه نیم جمله 1 که هر کدوم 2 میزانه و هر میزانم یک موتیف میشه. دقیقاً تقسیمات ریاضیش با هم دیگه میخونه تمیز. البته داخل پرانتز بگم که خیلی اوقات ممکنه در ادبیات تاریخ موسیقی جملات و پریودهایی رو پیدا بکنید که این از این اصل تبعیت نمیکنن. در واقع آهنگسازا دائم در تلاش بودن که این ساختار 2 4 8 رو یه خورده به هم بزنن و جوری دیگه ای ارائهش بدن. شما میتونید این کار رو انجام بدید، هیچ ایرادی نداره. یه نمونه پاپ بهتون مثال بزنم که یه خورده حال هوامون هم عوض بشه. آقای شهرام شپاره رو میشناسید. ای قشنگ تر از پریا، تنها تو کوچه نریا. ایشو 4 میزان. بچه های محل دزدن، عشق منو میدزدن. دقیقاً 8 میزان.
یک پریود 8 میزانی با کادنس تکمیلی. میگه که قشنگتر از پریا تنها تو کوچه نریا. خب این روایت ما هنوز کامل نشده. چرا تنها تو کوچه نرم؟ چون بچه‌های محل دزدن، عشق منو میدوزن. بعد دوباره تکرار میکنه، بهش میگیم کادنس تکمیلی. حالا تو ویدیوهای بعدی براش توضیحات میدم که کادنس تکمیلی چیه. عشق منو میدوزن، دوباره اینو تکرار میکنه. برید دوباره موزیکو گوش بدید، چون یوتیوب نمیذاره من پخشش بکنم. دوباره خودتون گوش بدید، دقت بکنید، شماره میزانها رو هم میتونید بشمارید. خیلی ساده است. درسته؟ خیلی خوب. حالا که متوجه شدیم و ادبیات مشترک پیدا کردیم، بیایم بریم با هم دیگه یه ملودی بسازیم. بسیار خوب. کارمون رو با یک پریود 8 میزانی شروع میکنیم. چرا پریود 8 میزانی؟ اصلا چرا پریود و چرا 8 میزانی؟ ببینید دوستان، ما یه مشکل خیلی اساسی داریم توی خصوصا دوستانی که پاپ کار میکنن، اینه که تمرین نمیکنن برای آهنگسازی. آهنگسازی مثل ساز زدن نیاز به تمرین داره. خب ما نیازه که یه سری ملودی بنویسیم، خراب بشه بندازیم دور، دوباره باز ملودی بنویسیم، قطعات توی فرم‌های مختلف بنویسیم، بعد یه مدت دوباره بهش برگردیم، ببینیم خودمون زده بشیم، دوباره بندازیم دور. این شکلی باید تمرین آهنگسازی کرد. و به جرئت میتونم بگم کسی که قطعات بیشتری نوشته، نه الزاماً اما احتمالاً از کسی که قطعات کمتری نوشته موزیک بهتری مینویسه، تجربه بیشتری داره. یعنی این فرد میتونه تجربهش رو دخیل بکنه علاوه بر اون دانشی که داره، حالا اگر دانش هر دو رو یکسان فرض بکنیم. بنابراین تجربه خیلی میتونه به ما کمک بکنه. ما خودمون رو محدود میکنیم، میگیم آقا 8 میزان فقط میخوایم بنویسیم، یعنی جمله اول ما باید 4 میزان باشه و جمله دوم ما باید 4 میزان باشه. آخر جمله 4 میزانیمون یه کادنس نیمه میذاریم و اون یکی هم یه کادنس کامل یا در اصطلاح اتنتیک که کارو برای ما در بیاره. خب من یه تونالیته رو خیلی تصادفی انتخاب کردم، تونالیته دو مینور رو انتخاب کردم، با حرف سی کوچیک نشونش میدم و 2 نقطه، و میزان 3/4 رو هم انتخاب کردم و سازم هم پیانو گذاشتم. برای نیست که برای ملودی پردازی بریم سراغ مثلا تعداد سازهای زیاد، میتونیم فعلا با یه دونه ساز شروع بکنیم. اگر شما تازه کار هستین حتما برای پیانو فقط بنویسید، یعنی کارتون رو فقط برای پیانو پیش ببرید. اولا که محدودیت های ساز پیانو بسیار کمه، دوما که با رنگ صدایی موزیک رو جلو نمیبرید، چون با رنگ صدا میشه خیلی از محدودیت ها رو برداشت و ما نمیخوایم این اتفاق بیفته، چون گفتم اول صحبتم میخوایم تمرین بکنیم. بنابراین قرار نیست که محدودیت ها رو برداریم، قرار اتفاقا محدودتر بشیم که بتونیم خلاقیت رو درون این آثار پیاده بکنیم، درون آثار خودمون. بنابراین فقط ساز پیانو رو انتخاب میکنیم و میگم درگیر رنگ‌های صوتی خودمون رو نمی‌کنیم. باز این هم یکی از آفت‌هاییه که دوستانی که موسیقی پاپ کار میکنن یا زیر شاخه‌های پاپ خیلی بهش دوچار میشن. مثلا نرم افزارشون رو باز میکنن، 10 تا 15 تا 20 تا 50 تا رنگ صوتی مختلف از سینتیسایزرهای مختلف و ادوات مختلف ایجاد میکنن و باش کار میکنن. خب محدودیت ها کم میشه و موزیک خوب به نظر میرسه، اما در واقع خوب نیست، یعنی یه ملودی خوب نوشته نشده درونش. بنابراین سعی بکنید که با مثلا اگر حالا کار پاپ انجام میدید یه دونه سینتیسایزر باز بکنید، سعی کنید با همون ملودی پردازی بکنید، ببینید آیا میتونید با همون یه دونه رنگ سینتیسایزر کار رو جلو ببرید و کار به حد کافی جذاب باشه یا نه. این خیلی نکته مهمیه ها، این حرف من رو جدی بگیرید. خب بریم سراغ کار، ببینیم که چطوری میشه این کار رو جلو برد. یعنی یک پریود 8 میزانی شامل 2 جمله که هر کدوم 4 میزان هستن رو بیایم با هم دیگه بنویسیم. خب من کارم رو با ریتم شروع میکنم. همونطور که گفتم روش‌های مختلفی هست برای نوشتن ملودی، اما من الان که پشت نرم افزار هستم میخوام کارم رو با نوشتن ریتم شروع بکنم و بعد حالا ملودی ها رو و فواصل رو بهش اضافه بکنم، در واقع تون هایی که میخوام رو بهش اضافه بکنم. این به هر حال یک روشه. ممکنه شما اول بخواید فواصل رو بنویسید و بعد بهش یه ریتمی اضافه بکنید، اینم اوکیه. ببینید دنبال روش خاصی قرار شد نباشیم، هر کدوم از روش ها میتونن به خلق یک ملودی فوق العاده منجر بشن، فرق نمیکنه. خب من ریتمم رو به این صورت انتخاب میکنم، مثلا یک کشش بلند مثل سیاه رو میذارم و 4 تا دونه کشش کوتاه‌تر میذارم. چرا اینطوری انتخاب کردم؟ آیا مثلا میشد برعکس همینی داشت؟ بله،
هر چیز دیگه هم میتونستیم داشته باشیم. میتونستیم 10 تا دلار چنگ، نمیدونم 7 تا فلان، بر اساس حالا میزان نمامون 1000 تا تغییر میتونستیم بدیم. حالا این انتخاب منه. البته یه منطقی براش دارم، میگم که آقا تضاد رو میذارم، یعنی یک کشش بلند و یک کوتاه، در کنارش کوتاها تعدادشون بیشتر از بلنده است. بلنده میاد اول میزان. خب طبیعت یک میزان اینه که کشش‌های بلندتر در ابتدای میزان باشن و کشش‌های کوتاه‌تر به سمت آخر میزان برن. خب به هر حال این شکلی انتخاب کردم. اگه برعکسش هم باشه غلط نیست، فقط دارم میگم من اینطوری انتخاب کردم. خب این موتیف منه. اول موتیف رو بشنویم، گرچه فکر می‌کنم خیلیاتون میدونید که این چه صدایی میده. گوش کنیم ما هم. خب میتونیم حالا یه مقدار تنوع بدیم به موتیفمون، مثلا 2 تا سیاه یا مثلا 3 تا حتی سیاه که موتیف بعدیمون ساخته بشه، یعنی اون 2 تام کوتاه‌تر باشن، این یکی آخری طولانی باشه. میشه البته این کار کرد، ولی خب اون اصلی که گفتم رو به هم میریزه. حالا گوشش بکنیم ببینیم چطور میشه. خب بدی نشد ولی انگار ریتم مشکلی داره، یعنی من خودم که گوش میکنم به گوش من خوب نمیرسه. ترجیح میدم که این یه دونه نوت رو بیارم روی آفتاک یا آناکروسیس هم و این رو حذف بکنیم. این بیاد اینجا. خب اینم میشه، آره دیگه میشه نوت سفید. آها الان خیلی به گوش من بهتر میرسه. ببینید دوستان، این آفتاک رو جدی بگیرید. کلا آفتاکت یا آناکروسیس، من چون ویدیو برای اینا درست کردم قبلا، به این دلیله که من دارم مختصر توضیح میدم. شما میتونید به راحتی برین توی صفحه، توی چنل یوتیوب، اون ویدیوهای اولیه رو ببینید، همه هم دسته‌بندی کردین تر تمیز، نگاه بکنید و با آناکروسیس آشنا بشید. آناکروسیس یه ویژگی زبانی اول تا یک ویژگی موسیقایی، یعنی اول از زبان داره نشأت میگیره. مثلا الا یا ایها الساقی، خب اون علایی که میاد اون آناکروسیس دیگه، یعنی در واقع از فروضرب یا از ضرب ضعیف میایم رو ضرب قوی. مثل نفسی که قبل از اینکه بخواید جمله رو بگید، نفسی که میگیرید، اون نفسی که دارید میگیرید اون آناکروسیسه. اون حالا ممکنه که نفس بگیره، یکی مثلا یه دادی بزن، هر چیزی. توی شعر خیلی خوب خودشو نشون میده. مثالهای شعری زیاد داریم ازش. میگم توی اون ویدیو آناکروسیس مفصل راجبش توضیح دادم که این چجوری از ادبیات وارد دنیای موسیقی شده و به هر حال خودش رو با یه بازنمود موسیقایی ازش داریم دیگه. خب الانم میبینید که ریتمو یه دونه آوردم عقب‌تر، یه دونه سیاه، یعنی اونو انداختم توی آناکروسیس. چقدر این ریتم منسجم‌تر به گوش میرسه تا اون حالت اولیش که خیلی دلچسب نبود واقعا. انگار که انسجام ریتمیک پیدا کرده، به معنای اینکه یه خورده قوام یافته. حالا شاید اصطلاح درستی نباشه. خب بیایم حالا به هم این 2 تا موتیفی که کنار هم دیگه گذاشتیم، 2 تا موتیف دیگه، حالا میشه از اینجا تا اینجا رو یک موتیف گرفت، مثلا این شکلی بهش نگاه کرد. این ستاره هم یه موتیف دوم. 2 تا موتیف کنار هم دیگه گذاشتم و یک نیم جمله درست کردم. الان من یک نیم جمله آفریدم با این موتیفی که حالا ریتم دیگه، فقط ریتمه. من الان میخوام بهش فواصل اضافه بکنم و ببینیم چی ازش در میاد دیگه. خدا بزرگه. از این نوت اول شروع میکنیم. من این رو میارم روی درجه 5 گام که در واقع ندا از این بده که ما توی دو مینور هستیم، یعنی سول. حالا میتونه دو باشه یا حتی مثلا نوتای دیگه آکورد، مثلا آکورد تونیکو دارم میگم، می باشه، می ره دو ره دو. شاید همین بد نباشه. من ببینید با چه منطقی دارم نوتا رو میچینم. یه دونه پرش اینجا ایجاد کردم. شما باید توی ملودیتون اینو در نظر داشته باشید که یه توازنی بین پرش ها و حرکت های متصل باشه. خب قانونی نیست در این زمینه بگیم آقا مثلا یکی پرش زیاد استفاده کرده پس ملودی بدی نوشته. نه، الزاما اینطور نیست. ممکنه که پرش ها زیاد باشه، ملودی خوبی از آب در بیاد، فواصل پیوسته بیشتر باشه، ملودی بدی به نظر بیاد. اصلا خیلی چیز نداره. ولی یه نکته هست، پرش ها سخت‌تر تو ذهن میمونن. مثلا الان ما اینجا یه پرش به فاصله 6 داریم، درسته؟ خب این خوندنش هم یه مقدار سخت‌تره. یعنی برای یه خواننده خودتون امتحان بکنید بخونید، یه خورده سخت‌تر از اینه. میره دو ره دو. خب این خیلی راحت تر خوندنش، این حرکت پیوسته داره.
بنابراین باید این انتظار داشته باشیم که هرچی تعداد پرش ها بیشتر میشه، خوندن و درک اون ملودی مقدار برای ما یک کوچولو سخت‌تر میشه. به ملودی هایی که برای کودکان مینویسن در طول تاریخ، مثل چه میدونم خونه مادر بزرگه، این ملودی های خیلی ساده که برای بچهای کوچولو مینویسن، دقت بکنید اونایی که خوب گل کرده و به قول معروف مونده در تاریخ، میبینید که فواصل پیوسته بسیار بسیار زیاده. این هم نکته مهمیه. بنابراین به عنوان یه چیزی که بهش توجه کنید، اگه بخوام بگم به عنوان یه اصل واقعا اشتباهه، به عنوان یه چیزی که بهتره بهش توجه بکنید، توی گوشه ذهنتون داشته باشید. خب بیایم سراغ این دوتا نوت، ببینیم اینا رو چیکار بکنیم. مثلا ببینید من الان دارم بر اساس هارمونیم جلو میرم. خب یعنی پیش خودم فکر میکنم، میگم که آقا من اینجا برای شروع یه دونه آکورد درجه 1 بذارم در دومینورم دیگه، سی کوچیک با دو نقطه، آی به معنی درجه 1. اینجا میخوام کل میزانم آکورد درجه 1 باشه. حالا ممکنه انواع معکوسش هم این وسط ها استفاده بکنم، اون بعدش تصمیم میگیرم. اینجا هم تصمیم میگیرم که برم سراغ آکورد درجه 2 که یک آکورد کاست است و این حالا تشخیص منه. یعنی شما ممکنه بگی آقا نه من اصلا نمیخوام با درجه 1، میخوام با درجه 5 شروع بکنم مثلا. خب اوکی، خب اینجا دیگه نوتاتو تغییر میدی دیگه، به یه شکل دیگه میچینی. به هر حال این چیزیه که تشخیص شماست. و ببینید دوستان، تسلط شما روی مد خیلی مهمه. مثلا ما گاهی اوقات یه مینور داریم یه ماژور داریم دیگه بیشتر از این که چیزی نداریم، درسته؟ میایم مثلا توی مینور و ماژور یه چیزی بنویسیم و ناخودآگاه میبینیم مثلا شد اشاره‌ای داشت، مثلا یه لحظاتی به مد فرض بکنید مثلا میکسولیدیان، مثلا فرض بکنید یه مد مثلا شرقی، چه میدونم همایون، بیداد، یا مثلا انواع اقسام دیگه. تسلط روی مدها خیلی کمک میکنه به شما توی نوشتن ملودی. مدها رو جدی بگیرین و اینکه بدونید که هر لحظه‌ای چه مدی رو تداعی میکنه. دقت دارید هر لحظه‌ای. مثلا این ترتیب توالی خب خیلی زورش اندازه یک مد مینوره. ما هم تصمیم گرفتیم مینور بنویسیم، ولی مثلا اگر میخواستم یه چیزی شبیه مثلا بیداد بشه، میتونستم اینو بیارم از نوت ر شروع بکنم همین رو. خب خیلی شباهت بیشتری به بیداد میشد. بیداد همایون، حالا اونایی که ایرانی‌ها رو میشناسند، گوشه‌های ایرانی میشناسند، میدونن من در راجع به چی صحبت میکنم. یا مثلا میشد با یه تغییرات کوچولویی توی همین چیزی که الان داریم می‌نویسیم، یا مثلا یه آلتر کوچولویی اون وسط‌ها فضا رو مثلا برد به سمت چارگاه، یا مثلا فضا رو برد به سمت دوریان. خیلی این کار خیلی راحته و خب البته تنوع جالبی میده. من نمیگم خوبه یا بده، فقط دارم میگم که بشناسید به نفعتونه و باعث میشه که بدونید که دارید دقیقاً چی کار میکنید. خیلی خوب. و اینجا حالا من خواستم که تصمیم داشتم که آکورد درجه 2 باشه. فکر میکنم انتخاب مناسبی باشه. 1 2، حالا در ادامه مثلا میتونه 4 و 5 باشه، شاید جذاب بشه. گوش بکنیم ببینیم دوستش داشتیم یا نه، ببینیم چطور شده. خوبه. من خودم حالا این ترکیب 1 به 2 رو دوست دارم. اینجا دیگه من دارم یه خورده سلیقه‌ای عمل میکنم. شما میتونید بگید آقا نه من خوشم نیومد، اون حرفی توش نیست دیگه، این سلیقه منه دیگه. خب بریم برای ادامه کار، ببینیم که با این موتیف چی کار میتونیم بکنیم. یعنی ما 2 تا موتیف داریم خب و تکلیفش دیگه مشخص شد به لحاظ ملودی و پسندم هست. حالا میشه تغییراتی داد توش، ببینیم مثلا کدوم بهتر میشه، چه جوری بهتر میشه. به هر حال میشه آدم تست بکنه دیگه. به هر حال ویدیو از یه حدی خیلی طولانی تر میشه. منم سعی میکنم کوتاهش بکنم و یه ملودی بنویسیم. حالا دیگه بهترین ملودی نیست قطعا، خب ولی چیکار کنیم در ادامه؟ بریم ببینیم چیکار میتونیم بکنیم. من 2 تا موتیف دارم اینجا. با این 2 تا موتیف چیکار میتونم بکنم؟ ببینید من 2 حالت بیشتر برای من نداره. من یا تصمیم میگیرم که موتیفم رو، حالا این 2 تا موتیف رو من اسمشون رو میذارم A. خب من 2 تا تصمیم بیشتر نمیتونم بگیرم، یا اینکه موتیف A رو عیناً تکرار بکنم، یا اینکه بیام موتیف B رو بذارم. البته یه راه کوچولو هم این وسط هست، من اینجوری می‌نویسمش کوچولوتر. آپریم بگیریم، میتونم موتیف A رو بیام یه تغییراتی توش بدم و باز تکرارش بکنم. خب از اینجا دیگه ما با تصمیم بگیریم.
اینجا ما جاییه که باید تصمیم بگیری که چیکار بکنی. کدومش بهتره؟ هیچ چیزی نداریم، هیچ قانونی نداریم بگیم کدومش بهتره. ممکنه اولی رو انجام بدید ببینید مثلا خوب نشد، بعد دومی رو امتحان بکنید، بعد تست بکنید ببینید کدوم میشه. منم الان جلوی چشم خودتون دارم تست میکنم و بعد بشه جلوی چشم خودتون پاکش میکنم، دوباره مینویسمش. یعنی گوش میدم، قضاوت میکنم، حالا اون گوش منه، موسیقی که گوش دادم، پیشینه موسیقایی که دارم، اون قدری که ساز دارم، همه اینا تاثیر میذاره روی من علی توکلی که تصمیم بگیرم این خوب است یا بد است. فرهنگ من، اینکه من ایرانیم، همه اینا با هم دیگه دست به دست هم میدن که من از یه ملودی که خودم نوشتم خوشم بیاد یا بدم بیاد. خب بنابراین اون دیگه انتخاب شماست. خب ولی ما باید بدونیم که از این راهها خارج نیستیم. یعنی یا من اینجا یه چیز جدیدی میارم، یعنی این ریتم دیگه تکرار نمیکنم، یه ریتم جدیدی اینجا میارم برای بی. خب بی میشه چی؟ بی میشه دو میزان دوم من. دقت بکنید، دو میزان دوم من، اینجا من یه دو میزان داشتم، اینجا یه دو میزان داشتم که باعث میشه چی؟ یه چهار میزانی برای من تشکیل بشه. قرار شد یه چهار میزانی بنویسیم با کادنس نیمه، بعد بیایم چهار میزانی دوم بنویسیم بشه 8 میزان تر و تمیز. درسته؟ خب پس من اینجا چهار میزانیم رو دارم. بسیار عالی. باید تصمیم بگیرم که این دو میزان بعدی رو چیکار بکنم. خب من فکر میکنم که یه موتیف جدید اینجا شاید جذاب باشه و یه خورده ساختار رو متفاوت بکنه. مثلا بیایم دوتا سیاه بذاریم، دوتا چنگ، این هم میتونم سی رو بکار کنم که به مینور هارمونیک نزدیک تر باشه. گوش بکنیم ببینیم چطوری شد. بد نشد، ولی این نوت تکراری ر خیلی به دلم نمیشینه. دوتا دو، دوتا ر پشت سر هم زیاد برای من جذاب نیست. بعد نیست یه اشاره به سمت بالا بشه. ببینیم چطوره. بهتر شد به نظرم، بهتر شد. خب ببینید اینجا دوستان ما باید کانتور ملودی هم در نظر بگیریم. حالا باز من یه حرفی رو تکرار میکنم. ویدیو راجع به کانتورم آخه من ساختم، حتما اون ویدیو رو هم ببینید. عنوان ویدیوش کانتور نیست، عنوان ویدیوش جلسه، اگه اشتباه نکنم جلسه دوم کنترپوانه. آره جلسه دوم کنترپوان. لینکش رو براتون میذارم این پایین توی قسمت توضیحات که برید ببینید. حتی ویدیو طولانیه مثل همین ویدیو و خب باید وقت بذارید و حوصله کنید. ببینید کانتور این ملودی رو هم ببینید چجوری رفته. از این ناحیه که ما شروع میکنیم، اگر آفتاک رو حتی نادیده هم بگیریم، میایم این پایین یه کوچولو دوباره میریم بالا تا اینجا و مجددا برمیگردیم پایین. خب اگر نقطه شروع رو من این نقطه آبی رنگ در نظر بگیرم، میشه گفت من به سمت پایین اومدم. یعنی جهت کانتور من پایین رونده بوده. درسته یه صعودی داشتم ولی پایین رونده اومدم. خب این خودش میتونه یک نشانی از پویایی باشه. خب اما من چرا پایین میام؟ من پایین میام که توی جمله دوم برم بالا. دقیقاً دارم این کار رو انجام میدم. چون ما توی کانتور ما 5 نوع کانتور داشتیم. میگم اون ویدیو رو باید ببینید که یا حالتش اینه منحنیه، یا منحنی معکوسه که این چیزیه که من دارم انجام میدم، یا حالا حول محور یک نوته که بهش میگیم کانتور خطی، یا بالا رونده است یا پایین رونده است. از این 5 حالت خارج نیست. خب این میتونه کمک بکنه به من. حالا اینکه من اینجا رو بردم بالا دلیلش اینم هست، به خاطر اینکه چون پایین رونده است یه اشاره به بالا بکنه بعد بیاد پایین. و خب تو جمله دومم کمکم میکنه که راحت‌تر ببرم انرژی رو به سمت بالا رونده بودن و نقطه اوج براش بسازم. خب به نظرم بد نشد تا اینجای کار. و حالا من جمله دوم رو از عوامل جمله اول انتخاب میکنم. حالا چرا؟ منظورم چیه؟ ببینید گفتم آقا توی جمله اول ما چی داریم؟ یه چیزی داریم اینجا، خب که این چیه؟ این ایه. یه چیزی هم داریم اینجا که این چیه؟ اینم بیه. درسته؟ که با تا ته میزان طول نکشه. یعنی این آفتاکش موند، مثل همین که یه اتفاقای آفتاکی در واقع توی جمله دوم بیفته. یک اتفاق آفتاکی خورده کلمه‌ام درست نیست. حالا آفتاکم من دارم بد تلفظ میکنم. آفتاکت
تلفظ درستش اینه، حالا دیگه ما یه خورده ایرانیزش کردیم. دیدم بعضی افتاک و اینا میگن آفتاکت، حالا تلفظ آلمانی درستشه دیگه اگه خواستید. خب عرضم به خدمتتون که این دوتا رو ما داریم و الان من باید تصمیم بگیرم دوباره. چه تصمیمی؟ ببینید من یه A دارم یه B دارم، درسته؟ برای دو میزان دومم چی کار میتونم بکنم؟ میتونم دوباره برگردم به A، میتونم به B برگردم که ایجاد تکرار میکنه، خیلی جذاب نیست، یعنی دوتا تکرار پشت سر هم خوب نیست، ولی A میتونه خوب باشه و ایجاد انسجام بکنه که یعنی آقا دوباره A تکرار شد، حالا با یه تغییرات مختصری مثلا میتونه تکرار بشه که ما رو برسونه به سمت اوج. یه کار دیگه میتونم بکنم، بازم میتونم یه چیز جدید بیارم، اینم میتونه ایده خوبی باشه، فکر نکنید این بده ها، میتونه ایده خوبی باشه. من الان انتخابم اینه که A رو تکرار بکنم، چون از این شروع کارم خودم دوست داشتم و این حالا تمایل من الانه. انجام میدیم ببینیم خوب میشه یا نه، امیدوارم که بد نباشه. همین سول رو میارم اینجا، دوباره کپیش میکنم، این فیگور رو عیناً میذارم. خب ببینیم همینجا این یه تیکر گوش بکنیم چطور شد. خب خوبه. الان اینجا من میتونم توی میزان در واقع فکر میکنم شیشم، بله توی میزان شیشم هم من میتونم ببرم جلو، یعنی به جایی که لاره دوباره بذارم و A رو عیناً تکرار بکنم، بیام این سطح ارتفاعش رو ببرم بالا. سطح ارتفاع منظورم چیه؟ مثلا این لایه بشه فا، این ره بشه مثلا چه میدونم لا، بره بالا، یا حتی آکوردش عوض بشه، حالا هر کدوم که انجام میدیم ببینیم کدومش بهتره، ولی خب سطح ارتفاعش بره بالا، ارتفاع ملودی بره بالا منظورمه. خب بعد اینجا هم من پیشنهادم اینه که من ذره زوم بک کنم که مشخص بشه. من 7 میزان گذاشتم، حواسم نبود یه میزان بعد اضافه 8 میزانی قرار شد باشه. من بیاد حالا این بذارید این پایین باشه. خب ر فا. خب میتونیم از این فیگور استفاده بکنیم، مثلا بازم ارتفاع رو ببریم بالا، ر فا لا، مثلا فا داد از همین فیگور B میام استفاده میکنم، یعنی اون که شبیه A شد، حالا B رو میتونم با یه تغییرات کوچولویی دو بیاد روی نوت 2 تموم بشه به این صورت. بذارید من اینو که همش بیاد توی یه خط قشنگ بتونیم ببینیمش. خب و با هم بشنویم. خوبه بعد نشد. یه خورده این انتهاش کلیشه‌ایه، یعنی اگه الان به خاطر ویدیو نبود و فرصت داشتم قطعا تغییراتی روش میدادم و یه خورده این حالتش برای خودم زیاد خوشایند نیست، ولی خب کار در اومده، یعنی ملودی سر شکل داره، قیافه داره و تو ذهنم خوب میمونه، میشه راحت خوندش. اینجا یه خورده پرش زیاده، اینجاهاش یه خورده سخت‌تر تو ذهن میمونه، اینجا هم همینطور این وسطا، ولی باقیش اون انسجام فواصل رو تا حدود زیادی میشه گفت حفظ کرده. میشد بهتر نوشت، قطعا میشد بهتر نوشت، ولی الان کافیه برای ما. فکر میکنم اون چیزی که باید انتقال میدادم و انتقال دادم. حالا من میتونم مفصل بندیشو انجام بدم، در واقع آرتیکولاسیون، خطوط لگاتو رو براش بذارم که ملودی سر شکلش بهتر مشخص بشه که از کجا تا کجا هر کدوم در واقع دارم کلمه ها رو مشخص میکنم. دقت بکنید به این موضوع. اینجا من کادنس نیمه رو در نظر گرفتم رو نوت سی، اینجا هم کادنس اتنتیک کامل در نظر گرفتم، دقیقاً اون چیزی که قرارمون بود. خب برای اینکه ویدیو طولانی نشه من اینجا پاز میکنم و هارمونایزش هم میکنم. هارمونایزش میکنم و به یکی دو شکل هارمونایزش میکنم، هارمونی براش مینویسم و چون بحثمون هارمونی نیست دیگه تو این ویدیو، و یه بار با هارمونی گوش بدیم ببینیم که چی به چیه. خب من اینو هارمونایزش کردم و علامه داینامیکیشو گذاشتم، تمپوشو دقیق مشخص کردم، یه سری تزیینای کوچولو بهش اضافه کردم و دوباره تکرارش کردم توی یه اکتاو بالاتر، دقیقاً عیناً یه اکتاو بردم بالا. منتها به جای این فیگوری که اینجا داریم، به جای این فیگور یه تغییر این مدلی دادم، یه
در واقع فیوری تورا بهش میگیم. باز راجع به این ما ویدیو داشتیم، نه ببخشید راجع به این پست داشتیم، الان یادم افتاد، پست اینستاگرامی داشتیم. اون پست رو میتونید ببینید، پست اسلایدیه، بعد تشریف ببرید توی پیج اینستاگرام و راجبش ببینید و بخونید. چیز خیلی عجیب غریبی نیست. اونو تبدیل به فیوری تورا کردم و باز هارمونایزش کردم. اینجا هم یه مدل دیگه هارمونایز کردم با آرپش که حالا نمیدونم جذاب شده یا نه. به هر حال قضاوت با شما دیگه، شما شنونده این، شما مخاطب هستین، میتونید ملودی من رو قضاوت بکنید. ممکنه ملودی بدی باشه از دید شما، ممکنه ملودی خوبی باشه، هیچ ایرادی نداره. ما فقط داشتیم تست میکردیم که ببینیم چگونه میشه ملودی نوشت و انجام بدیم با هم دیگه. 10 تا 20 تا 1000 تا ملودی بنویسیم، هی پاره کنیم بندازیم دور، دوباره بعدی رو بنویسیم، هیچ ایرادی هم نداره، کنترل نمیندازه، اصلا نگران نباشید. بیاید با هم دیگه گوش بکنیم و ببینیم چی شده کار. بسیار خوب، این شد ملودی ما. حالا بد و خوبش رو شما قضاوت بکنید. منم خودم بعداً دوباره این فایل رو نگه می‌دارم، حالا اسمم براش نذاشتم، بعداً نگه می‌دارم، دوباره گوش میدم ببینم قضاوت خودم چیه. همین الان من چند بار گوشش دادم البته، ولی الان گوش دادم دوست دارم یه سری تغییراتی همین الان به وجود بیارم، ولی خب ایراد نداره، بذاریم همین شکلی باشه که ببینیم عجله‌ای یه ملودی بسازیم چقدر خوب در میاد. اینم یه تستیه برای خود من. شما هم قضاوت بکنید، توی کامنت ها بنویسید، به نظرتون تعارف نکنید، اصلا فکر نکنید من ناراحت میشم، راحت بنویسید آقا ملودی بدی بود، هیچ ایرادی نداره، خوبم بود خب بنویسید خوب بود، خوب بنویسید خب خوشحال میشم. طبیعتا چنل رو سابسکرایب بکنید. بازم ویدیو میذاریم، من سعی میکنم وقت بیشتری رو بذارم برای یوتیوب و زنگولش هم بزنید. اونقدر کانال ما تعداد پستاش زیاد نیست که اذیتتون بکنه نوتیفیکیشن. یه زنگوله رو بزنید که خبردار بشین حالا هر موقع پست گذاشتیم، ویدیو منتشر کردیم، در جریان باشید. خلاصه اینم یه بار دیگه آخر سر گوش بدیم و بریم سراغ زندگیمون. خدا یار و نگهدارتون.